این مرد 40 ساله 15 سال بود که توسط یه باند گنگستری دستگیر شده بود و فقط توی یه اتاق کوچیک زندگی میکرد. مرد هیچ چیزی درباره اینکه چرا دستگیر شده یا توسط کیا دستگیر شده نمیدونست و حتی حق ملاقات با یه مورچه هم نداشت. توی 15 سال مرد تمام وقتش رو صرف تمرین برای مبارزه کرد تا به محض بیرون اومدن از این اتاق انتقام بگیره. مرد نمیدونست کی قرار آزاد بشه. پس خودش دست به کار شده بود و داشت تمام آجرای پشت تختش رو میکند تا یه راه فرار درست کنه. اما از شانسش بالاخره یه شب یه گاز توی کل اتاق مرد پخش شد و مرد بیهوش شد. بعد از چند ساعت وقتی اون به هوش اومد متوجه شد توی یه چمدون گیر افتاده و وقتی اونو باز کردید بالاخره آزاد شده. مرد فقط میخواست انتقام بگیره اما نمیدونست چطوری گروه گنگستری رو پیدا کنه. ولی به طور اتفاقی غذایی که گروه گنگستری طی 15 سال مدام بهش میدادن و یادش اومد. مرد 15 سال یه نوع غذا رو خورده بود، پس هیچ وقت طعمش رو فراموش نمی‌کرد. برای همین اون به همه رستوران‌های اطراف منطقه‌ای که توش آزاد شده بود رفت و همون غذا رو که 15 سال خورده بود و سفارش داد تا بالاخره بفهمه گروه گنگستری غذاهای با اون طعم یکسان رو از کدوم رستوران سفارش میده. مرد همه رستورانا رو گشت و بالاخره اون رستوران مورد نظر رو با غذای به همون طعم پیدا کرد. اون پیک موتوری رستوران رو توی کل شهر دنبال کرد و پیک به همون ساختمونی که مرد رو توی یکی از اتاقاش زندونی کرده بودن برد و حالا بالاخره مرد میتونست انتقامش رو بگیره.